بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. ثم اما بعد. تماشابینان گرامی نجم تیوی، یکایک شمایان را به پخش مستقیم خوش آمدید میگوییم. سرآغاز از درگاه خداوند عزوجل دعا میکنیم که خداوند طاعت و عبادت های ما و شما را در این ماه مبارک، ماه شریف رمضان، به درگاه بینیاز خود پذیرفته باشد، قبول کرده باشد و خداوند هر یکی ما و شما را به طور شایسته این ماه مبارک را سپری نمودن خداوند خودش مشرف گرداند. در این پخش مستقیم همراه ما استاد محمد علی قربان و اینچنین استاد عزیز ابراهیم سید نورالدین همراهی دارند. استادان را خوش آمدید میگوییم و البته برای هر یکی ما و شما معلوم است که ما و شما در ماه شریف قرار داریم. این ماه یک فرصت طلایی است، فرصتی است که باید شخص مسلمان، بنده مؤمن این ماه را بسیار غنیمت دارد. وقتی خداوند روزه گرفتن این ماه مبارک را در سوره بقره آیه کریمه فرض میگرداند و نازل میگرداند و احکام روزه ماه شریف را بیان میکند، بعد آن آیت یک آیت بسیار زیبا نازل شده است، آمده است که خداوند میگوید من برای بندگانم بسیار نزدیک هستم، مرا دعا کنید. یک سر عجیبی است که بین احکام روزه خداوند آیت را نازل میکند که در شأن دعا است و از گذشتگان نیز از سلف صالح روایت هست که میگویند که آنها ماه شریف مخصوصا برای ماه شریف دعاها را گرفته میماندند و دعا میکردند و حتی میگفتند که و تا رمضان آینده همون دعاهایی که در این ماه میکردند اجابت میشد و خداوند آن را برایشان عملی میگردانید. استاد ابراهیم سید نورالدین، استاد میگفتید این ماه و دعا در این ماه چی فضیلت هایی دارند و چی خصوصیت هایی دارند؟ سلامت و سربلند باشید استاد. طاعت های شما و جمله بینندگان گرامی مقبولی درگاه حق باد. بله، اونگونه که اشاره کردید استاد، میان عبادت روزه‌داری و دعا ارتباط خیلی زیچ است. این ارتباط در قرآن نیز نمایان است. خداوند عزوجل در خود همان صفحه در پایان آیاتی که درباره احکام روزه‌داری و فضیلت این ماه و اینکه قرآن در این ماه نازل شده سخن می کند، در پایان این صفحه بعد آیات احکام روزه‌داری می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. چون بندگان من از من پرسند من به آنان قریبم، دعای آنها را اجابت می کنم. این بشارت و این مژده بزرگ در پایان آیات روزه و احکام روزه و در پایان آیت است که درباره ماه رمضان سخن گفته و این چنین عجیبش این که بعد این آیت باز احکام روزه‌داری در آیه بعدی احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم ادامه می‌یابد. یعنی آیه‌ای که برای روزه‌داران یا عموما برای بندگان، اینجا البته آیه‌ای که برای بندگان اجابت شدن دعای آنها را مژده می‌دهد در میان آیات قرار داده شده که درباره روزه و احکام روزه‌داری است. از نقطه نظر علم مناسبات که یکی از شاخه‌های علم تفسیر است و درباره ترتیب آیه‌ها و سوره‌های قرآن حرف می‌زند که این آیت چرا مخصوص بعد این آیه آمد، سرش در چی است و چی دلالت بیند، چی معنا را افاده می‌کند. از نگاه این علم مفسران بیان کردند که اینجا اشاره بر این است که روزه‌دار دعایش مستجاب است. و این نکته البته نه تنها از استنباط مفسران بلکه در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز وارد شده، یعنی اجابت شدن دعای روزه‌دار
در طول روز و به هنگام افطار کردنش. مثلا امام ابن ماجه و امام حاکم روایت کردند که فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هر آینه روزدار به هنگام افطار کردنش دعایی دارد که رد نمی شود، پذیرفته می شود. این چنین امام ترمذی روایت کردن حدیث دیگری که 3 نفر است دعایشان قبول است. و الصائم حین یفطر گفتن با این لفظ، روزدار هنگامی که افطار می کند. بله، به این خاطر یعنی یکی از عبادت هایی که روزدار می باید به آن مشغول شود و به زیادت در شب و در روز، در شبهای رمضان و در حالت روزداری علل خصوص و به حالت نزدیک شدن به هنگام افطار، این عبادت دعا کردن، تضرع کردن و راز و نیاز گفتن پیش خداوند است. بسیار خوب فرمودید استاد، ماشاءالله. استاد می شود که مثلا پیش از افطار که پیش از نماز شام است، ذکرهای بیگاه را مثال انجام دهد و پیش از اذان بعد از ذکرها را کردن انجام دادن دعا کند مثلا. بله البته استاد، این عادت خوب است در خانواده مسلمان. این گونه عادت ها باید احیا شود. پدر و مادر باید فرزندان را سرجم کنند، روی قرآن خواندن، روی دعا کردن. البته از 10 نصیحت های مجرد بیشتر تأثیر دارد به تربیت فرزند. اولا دیگر اینکه باید چنین باشد، خاندان باید یعنی یکدیگر را به مشغول شدن طاعت کمک کنند و پدر و مادر باید که سرجم کند عائله خود را، مثل اینکه عبدالله ابن عمر میکردند. عبدالله ابن عمر صحابی جلیل، پسر عمر فاروق خلیفه راشد رضی الله عنهما. ابن ابی ملیکه میگوید که ابن عمر میگفت روزدار دعایش مستجاب است. میگوید خاندانش را سرجم میکرد و همراه دعا میکردن و از جمله دعایش چنین دعای زیبا داشتن که روایت میشود امام مثلا بیهقی در شعب الایمان روایت میکند. ابن عمر میگفتن اللهم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. پروردگارا، من به آن رحمت تو که تمام چیز را فرا گرفته است و وسیعتر از همه چیز است، تو را مسئلت میکنم که مرا مغفرت نمایی. در لفظ دیگر یا واسع المغفرت اغفر لی، ای خداوندی که، ای ذاتی که مغفرت تو بیکنار است، اغفر لی، مرا مغفرت کن. اللهم آمین. آمین. بله، و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که ان لله عتقاء فی رمضان و ذلك کل لیله. خداوند در ماه شریف رمضان بندگانی دارد که آنها را از آتش جهنم آزاد میگرداند و ذلك کل لیله، و این هر شب رمضان است. دعا کنیم که خداوند ما و شما را، پدر و مادران و فرزندان ما را از آتش جهنم آزاد گرداند. و البته یکی از خصوصیت های ماه شریف رمضان این تراویح هست. الحمدلله با جماعت در مسجدها نماز تراویح میخوانیم و نمازهای شب میخوانیم. استاد عزیز محمد علی قربان یک کمی درباره فضیلت نماز شب در ماه شریف رمضان برای بینندگان بیان میکردید استاد عزیز. البته نماز شب، نماز تراویح بسیار فضیلت زیاد دارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان درباره اهمیت نماز شب و فضیلت آن و فایده هایش می‌فرماید شما ای امتان من نماز شب را بر خود لازم بدانید. این نماز شب را دائما بگذارید، زیرا که نماز شب عادت نیکوکاران پیشینه است. این نماز شب درد را از بدن انسان دور می سازد و در حدیث دیگر
رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه شریف رمضان را شبهایش را با نماز تراویح و تهجد سپری بکند، خداوند جمله گناه‌های گذشته او را مغفرت می‌نماید. یعنی می‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این ماه مبارک رمضان با صحابگان نمازهای تراویح طولانی گذاریدند و حتی به خاطر که فرض نشود او را وقت ترک نمودند. بزرگان و صحابگان درباره نماز شبهای رمضان می گفتند، هرگاهی که ماه شریف رمضان می درآمد می گفتند ماه رمضان ماه روزه و ماه نماز شب و ماه تلاوت قرآن است. برای همین دوستان عزیز و ارجمند در این یک ماهی که بسیار زود گذرا است، الکی قسمی از او گذشت، کوشش نماییم که نمازهای تراویح را با ختم کاملا به یگان عجلت به یگان شتاب بگذاریم تا شود که گناههای ما و شما بخشیده شود و سعادت دنیا و آخرت نصیبمان شود و مرتبه های بلند را خداوند برای ما و شما تقدیر نماید. آمین یا رب العالمین. تشکر زیاد استاد عزیز. خداوند کند که ما این ماه مبارک را با طاعت و عبادت و با نمازهای شبانه سپری کنیم و دعا و نیایش های خود را در این ماه مبارک کرده باشیم. و استاد عزیز، البته معلوم است که در ماه شریف رمضان رژیم انسان یا نظام انسان کمی تغییر می‌یابد. مثلا سحری خوراک میخیزیم، بر وقت میخیزد انسان، یا مثلا طول یک روز انسان طعام نمیخورد، نمینوشد یگان چی. و همین تغییرات استاد عزیز به روان انسان یک کمی تاثیرات های میگذارند. یا بعضا نفرهای میبینید که بسیار عصبانی میشوند در این ماه، مثلا یا در خانه ها مثلا مناسبت ها کمی ویران میشود. برای همین چیکار کنیم که اخلاق ما در این ماه مبارک اخلاق زیبا باشد، یک اخلاقی که شایسته به شخص روزه‌دار باشد. استاد محمد علی قربان بیان میکردید برای بینندگان. سلامت باشید استاد گرامی. البته این ماه مبارک رمضان ماه اصلاح و خودسازی است. ماه رمضان ماه است که دوستان خدا و یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخلاق والای مسلمانی را به مردم نشان می‌دادند و می‌آموزانیدند. اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این ماه بسیار حلیم و بردبار و خوش‌سخن و خیرخواه و کمک کننده و در همه اعمال نیک چالاک و چابک بودند. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان درباره اخلاق روزدار می‌فرمایند: الصیام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل وان امرؤ شاتمه او جادله فليقل اني صائم. در این حدیث صحیحی که او را امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که روزه سپر است از گناه و از اعمال ناشایم و در قیامت ان شاء الله که روزه ها قبول گشت پرده و سپر از آتش دوزخ خواهد بود. این همه خیرها را به ما و شما الله سبحانه و تعالی نصیب بکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما و شما برادران و خواهران مسلمان تا به روز قیامت امر کرده می‌فرماید که هرگاهی که روزه شما باشد، پس شما در این روزه خود
گپ‌های بیرون از دایره حیا نگویید و اعمال و گپ‌های رنجاننده و آزاردهنده را استفاده نکنید و هرگاهی که کسی با شما در کشمکش برخاست پس شما را آزار داد، گپ‌های ناخوب زد، پس شما در جواب بگویید که من روزه دارم. یعنی من در این سخنهای ناشایم، در این خرخشه ها داخل نمی شوم. خوشا به حال آن انسانی که این اخلاق والای روزدار را عملی می کند و به سبب هر کوتاهی در جنگ و جوش و خرخشه بر نمی خیزد. چه زیبا است که در عائله ها این اخلاق والای روزدار بین خواهر و دادر و دیگر افراد عائله، بین زن و شوهر رعایت بشود و یک اخلاق والای عائله ها را فرا بگیرد. و در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم عظمت و بزرگی، بردباری و خوشگویی و خوشمعاملگی را بیان نموده می فرماید بزرگترین چیزی که انسان فرو میبرد این فرو بردن خشم و غضب است. تشکر زیاد استاد عزیز. واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود میفرمایند که اگر شما سخن دروغ و دشنام و سخنهای ناجا را ترک نکنید، خداوند به نخوردن و نآشامیدن شما نیازی ندارد. برای همین اگر خواهیم که ما و شما گویا این ماه مبارک یک مدرسه تربیه نفس است، ما و شما باید خود را تربیه کنیم. گویا یک امتحان است برای ما و شما که اخلاق خود را در این ماه مبارک باید نشان دهیم. اینجا سوال دارم به استاد ابراهیم سید نوری‌الدین. استاد، البته معلوم است که روزه گرفتن ماه شریف رمضان فرض است برای هر یک بنده مؤمن و مسلمان، حتمی است. باز چی نوع روزه های هست در شریعت اسلام بیان میکرده استاد؟ بله استاد گرامی، روزه‌داری ماه رمضان چه سال 29 روز باشد و چه 30 روز فرض حتمی است. یعنی بر هر شخص عاقل و بالغ، یعنی کسی که به بلاغت رسیده باشد، به سن تکلیف و دارای عقل باشد، چه زن باشد چه مرد، چه جوان باشد چه پیر، فرض حتمی الهی است. مگر در صورت‌هایی که حالت‌های استثنایی است که شریعت اجازت می‌دهد که روزش را شخص خورد و یا فدیه دهد در عوض یا قضا دارد در روزهای دیگر. اما در حالت طبیعی و معمولی هیچ رخصت ندارد که این روزه را نادیده گیرد. ولی اگر روزه ها را ما تصنیف کنیم در احکام فقهی و شرعی 7 نوع روزه داریم. 7 نوع از نگاه احکام. روزه فرض که این می‌دراید در این نوع روزه ماه رمضان. بعد این روزه واجب داریم. روزه واجب یعنی در مرتبه بعد فرض می ایستد و اونم ادا کردنش، گرفتنش حتمی است. عبارت از قضا داشتن روزه های نفلی است. یعنی یک شخص مثلا روزه نفل نیت میکند، روز دوشنبه، پنجشنبه در غیر رمضان مثلا، و به اون سبب روزه‌اش رو میخورد. فرض کردیم خانه‌اش مهمانی میآید یا او به مهمانی میرود، میخورد، اجازت دارد که خورد. اما قضا داشتن همین روز واجب است. در مذهب حنفی باید واجب است که آن را قضا دارد در روز دیگری. یعنی بعدا روزه سنت است که روزه داشتن 10 محرم به حساب هجری، روز عاشورا نام دارد، 10 ماه محرم، و این چنین خوب است که با روز 9 و 11 این روز روزه داشته شود. بعد این روزه مستحب داریم، یعنی روزه‌ای که گرفتنش خوب است. این عبارت است از 3 روز روزه داشتن در هر ماهی و این چنین روز دوشنبه و پنجشنبه، 6 روز از ماه شوال بعد رمضان روزه داشتن
و این چنین روز عرفه برای شخصی که در موسم حج شرکت نداشته باشد. بله اینها روزهای مستحب. بعد این روزه نفل است. نفل یعنی غیر از این روزهایی که نامبر شد، هر روزی که مسلمان خواهد روزه گیرد و اجری به دست آورد روزه نفل حساب میشه. بعد این روزه مکروه هست، یعنی ناخوش است، ناپسندیده. این عبارت است از روزه داشتن روز عاشورا 10 محرم تنها خودش، بدون روز 9 و بدون روز 11. بله این چنین پی هم روزه گرفتن بدون افطار، یعنی امروز روزه میگیرد شخصی بدون اینکه افطار کند یا سحر خوری کند، روز دیگر هم ادامه میدهد روزش را، این کراهت دارد. این چنین تنها روز جمعه روزه گرفتن خاص برای روز جمعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت میکنند فرمودند لا تخصوا یوم الجمعه بالصیام. این چنین تنها روز شنبه روزه گرفتن. در این مورد نیز حدیث آمده که امام ترمذی روایت میکنند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تصوموا یوم السبت الا ما افترض علیکم. روزهای شنبه فقط آن روزه را روزه دارید که بر شما فرض باشد، روزه نفلی روزه ندارید. البته که روز جمعه و یا شنبه اگر با هم یک روز پیشش یا یک روز بعدش گیرد دیگر کراهتی ندارد. تنها خاص یک روز یا جمعه یا شنبه را گرفتن مکروه است. بعدن هفتم نوع روزه مکروه تحریمی و یا حرام، یعنی ممنوع است قطعا روزه داشتن. عبارت است از روزه گرفتن در روزهای عید، یعنی روز عید رمضان و یا عید قربان و این چنین 3 روز بعد عید قربان که ایام تشریق نام دارد. در این 5 روز از روزهای سال روزه گرفتن ممنوع است. بله. تشکر زیاد استاد. یعنی 7 نمودی روزه داریم. یکم روزه فرضی است، دوم روزه واجب است. روزه فرضی این ماه شریف رمضان است برای هر یک بنده مؤمن مسلمان بلاغت رسیده. واجب یعنی قضا داشتن روزه های نفل. روزه نفل است بغیر از سنتی، هر روزی که میتواند روزه نفلی بگیرد و روزه مکروه است گفتید. و آخران هفتم نمود این روزه که جایز نیست، حرام است در روزهای عیدی که باید انسان خرسندی کند، خورد نوشد، در این روزه گرفتن حرام است. تشکر زیاد استاد عزیز، خداوند پاداش نیکتان دهد. چون که گفتیم روزه گرفتن ماه شریف رمضان فرض است گفتید و اثنای همون گفتنتون گفتید که استثناء هست. در کدام حالت ها انسان میتواند یا با کدام عذرها، با کدام سبب ها عذرها میتواند شخص مسلمان در ماه شریف رمضان؟ بله استاد، اصلا شخص مسلمان وظیفه دار است که احکام دینش را آموزد، خاصتا احکام عبادت را که ناگزیر است که انسان روبرو نشود. مثلا اگر احکام تجارت و سودا را نآموزد میگه خب من شخصی بازار نیستم، به من چی لازم این احکام؟ مثلا یا احکام طبی را نآموزد میگوید که عذرم که من طبیب نیستم مثلا. اما احکام عبادت را، نماز، روزه اگر دارنده باشد، احکام زکات، احکام حج، این چیزهایی است که فرض است که مسلمان تعلیم گیرد، آموزد و بپرسد و اگر نآموزد و نداند نزد خدا مقصر است، گناهکار است. بنابراین شناختن احکام روزه‌داری، کدام وقت فرض است، کدام وقت رخصت است که خورد، حتمی است دانستنش. بله در شریعت اسلامی، شریعتی که آسان است و سازگار است برای انسان و حالتی انسان را و ضعفی بشری را به نظر گرفته خداوند قانون گذاری کرده است. قانونی داریم و قاعده‌ای داریم، المشقة تجلب التيسیر. هر مشقت باعث می‌گردد که آسانی برای اون نفر فراهم کرده شود. یعنی احکام شرعی، احکام فقهی در اسلام چنان ساخته شده که هر کسی که در حالت مشقت می افتد برای او احکام خاص مناسبه که
باعثی از مشقت بیرون شدنش میگردد وجود دارد. در مسئله روزه هم نیز اینچنین. روزه در حالت‌هایی هست که روزه‌دار میتواند روزه‌اش را خورد، حتی بعضی حالت‌هایی هست که فرض میشود که روزه‌اش را خورد، یعنی فرض میشود که روزه نگیرد. این وابسته به اینکه در کدام حالتی از این حالت‌ها قرار دارد. البته این حالت‌ها را هر شخص نمیتواند خودش مشخص کند، برای خودش عذر سازد. نه، این حالت‌ها در احکام فقهی، در قانون شرعی مشخصاً اندازه‌اش، مقدارش. یکی از حالت‌هایی که شخصی روزه‌دار میتواند روزه‌اش را خورد یا از آغاز میتواند رمضان فرا رسد و روزه نگیرد، این عذر بیماری است. شخص بیمار باشد به اندازه‌ای که البته روزه گرفتن برای او ضرر آرد. طبیبی با تجربه گوید اگر روزه‌گیری بیماریت یعنی زیاد می شود و یا اینکه زیاد نمی شود ولیکن دیرتر صحت می شود، یعنی مسئله شفا یافتنش به تأخیر می افتد به سبب روزه گرفتنش. در چنین حالت شخص روزه‌دار می تواند که روزه‌اش را خورد، البته بیماری باشد که او را در حالت وزنین و مشقت گرفتار کند. هم تو یک بیماری سبک نمی شود که سبب شود که انسان روزه نگیرد. حالت دیگر شخصی که در حالت مسافرت باشد، به سفر براید. اگر سفر که دارای مشقت است و اون مسافه شرعی که مقرر شده که بعضی فقها 81 کیلومتر، بعضی دیگر 85 کیلومتر از فقهای معاصر به این حسابی معاصر مشخص کرده اند، اگر سفری باشد که این مسافه را طی می‌کند می‌تواند که روزه‌اش را خورد. البته از آن لحظه می‌خورد که الکی در راه براید و از بناهای شهرش دور شده باشد، از خانه نمی‌خورد. البته اینجا باید قید کرد که در حالت سفر مسافر باید ببیند که سفری پرمشقت است یا سفری راحت. اگر سفری باشد که دارای مشقت است، روزه را خوردن بهتر است برایش، مستحب است که روزه‌اش را خورد. و اگر سفرش راحت باشد بهتر است که روزه دارد. و ان تصوموا خیر لکم، خداوند عزوجل در این آیات احکام صوم را بیان کرده فرموده اگر روزه دارید بهتر است. این از شخصانی که صاحب عذر محسوبند و میتوانند روزه نگیرند، زنانی باردارند. اگر ببیند که روزه داری به خودش یا به طفل بطنش زیان میرساند و او را یا طفل را ضعیف میسازد، میتوانند که روزه‌اش را خورد. این چنین از کسانی صاحب عذر زنی است که طفل شیرخوار دارد و روزه داشتن او باعث می‌گردد که شیرش کم شود و طفلش گرسنه ماند. به این خاطر رخصت دارد که روزه‌اش را خورد و در غیر روزهای رمضان بعداً فرصت که یافت، و البته بهتر از هر چیز زودتر همان وقت که امکانیت پیدا می‌کند قضای آن روزها را دارد. بنابراین می‌بینیم که شریعت اسلام استاد گرامی اینقدر حالت انسان را به نظر گرفته و نگذاشته که انسان در مشقت و زحمت گرفتار شود. دین رحمت است، خداوند رحیم است و شریعت مناسب به حال بنده خداوند قانون گذاری کرده. بله، خداوند پاداش خیرتان دهد استاد. آمین. شما این دلالت میکند، البته دلالت میکند به شریعتی زیبای ما و شما، شریعتی که همه حالتهای بنده را، ضعف بنده را، عجز بنده را رعایه میکند، دلالت میکند. یعنی استاد معذرت، رعایه میکند و این چنین یعنی ناگفته نمانده. ببینیم که هر یک حالتی که بنده روبرو میشود در شریعت جواب آن حالت هست. هیچ معمایی نیست، هیچ سوالی بی جوابی در شریعت نیست. یعنی بله، یعنی شخص مسلمان اگر صحتمند باشد و مسافر نباشد و آن عذرهایی که شما در اینجا ذکر کردید آن عذرها در آن دیده نشود، باید این فضا را، یعنی این ماه مبارک را، یعنی حتما انسان باید روزه گیرد و غنیمت شمارد. و در آخر از استاد عزیز استاد محمد علی قربان خواهش میکنیم که تا اینکه این ماه مبارک را ما از دست ندهیم، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث ها میفرمایند
خواب و خسر من ادرک رمضان ولم یغفر له. در حقیقت زیان دیده است نفری که رمضان را درک میکند، رمضان برایش می آید و گناهان او مغفرت نمی شود. و استاد می گفتید چیکار کنیم که فضای رمضان را یک با بهترین فضا گذرانیم، یا چیکار کنیم که تا اینکه این ماه مبارک این فرصت طلایی را از دست ندهیم. یک چند نصیحت ها میکردید برای بینندگان مختصرا و با همین انشاءالله امروزه پخش مستقیم را یا امروزه برنامه را به آخر سلامت باشید استاد گرامی. البته ماه شریف رمضان بهترین فرصت برای طاعت و عبادت می باشد. برای همین هم چگونه که یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان اسلام برای استفاده از این ماه بسیار جد و جهد می کردند و بسیار زحمت ها می کشیدند تا بتوانند بهترین و بزرگترین عمل را در این ماه مبارک، در این ماه مسابقه در طاعت و عبادت الهی انجام بدهند. برای همین هم بزرگان اسلام 6 ماه دعا می کردند که خداوند آنها را به ماه شریف رمضان برساند. وقتا که به ماه شریف رمضان می رسیدند بهترین عملها را انجام می دادند. پس از گذشتن این ماه شریف رمضان 6 ماه دیگر دعا می کردند که خداوند عملهای آنها را به درگاهش قبول بفرماید. از جمله روزه ها را که از این ماه استفاده بکنیم، روزه ها را خوب بگیریم و در وقت ثوابش بکشاییم. روزه را همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تأکید نمودند، یکی از اعمال بسیار خیر این است که روزه را در اول وقت بکشاییم، پس از آن که آفتاب فرو رفت در حال بکشاییم، زیرا که این هم یک فضیلت روزه‌دار است و یکی از سنت‌های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در فضیلت این عمل می‌فرمایند: لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر و اخر السحور. همیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که مردم در حالت خوب قرار دارند تا وقتی که روزه را در اولی وقت بکشایند و سحری خوری را در آخر شب بکنند. یعنی این سبب نیکو احوالی مسلمانان و خیر و برکت در جامعه می شود. کوشش بکنیم که این سنت را بجا آوریم. وصیت دیگر در این ماه شریف رمضان این است که مادام که ما روزه گرفتیم، از خوردن و نوشیدن خود را نگه داشتیم، پس از گناه، از دروغ، از آزار و اذیت و کارهای زشت خود را نگاه بداریم تا روزه ما و شما کامل بشود. این روزه داشتن نه تنها از خوردن و نوشیدن، بلکه این روزه از گناه و همه اعمال ناشایم نیز می باشد. شیخ حسن بصری رحمه الله می فرمایند خداوند بزرگ ماه شریف رمضان را ماه مسابقه برای بندگانش قرار داده است. پس در این ماه قوم طاعت و عبادت‌های زیاد انجام دادن بر رضا و مرتبه‌های بلند الهی مشرف شدند و قوم دیگر تنبلی نمودند، از طاعت و عبادت الهی محروم شدند و به حیات دنیا و اعمال ناشایان مشغول شدند، از رضا و مرتبه‌های بلند الهی محروم گشتند و با گناه بزرگ خود را گرفتار نمودند. شیخ حسن بصری رحمه الله میگوید تعجب میکنم از انسانی که بازی میکند و میخندد در حالی که بزرگان و هوشمندان در عبادت و نیکی هستند در این ماه. چگونه این شخص از آنها عبرتی نمیگیرد تا در این ماه بزرگ اعمال نیکی برای آخرت خود و زندگانی جاودان خود انجام داده باشد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه روز همراه یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند کی امروز روزه گرفت؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتند پیغمبر خدا من روزه گرفتم. باز پرسیدند کی امروز نماز جنازه گزارید؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند که من نماز جنازه خواندم. باز پرسیدند کی امروز بنادار صدقه نمود؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتند من صدقه کردم. باز پرسیدند کی امروز بیمار را عیادت کرد؟ گفتند من کردم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند این عملها در کسی که جمع بشود او را به جنت داخل می نماید. یعنی ببینید روزه نافله با این عملها. ما و شما در بهترین فرصتها در روزه فرض قرار داریم. اگر این عملها را انجام بدهیم و در اعمال نیک کمر ببندیم چه مرتبه های بلند نصیبمان می گردد. به همین خاطر التماس و خواهش این است از برادران و خواهران مسلمان که در این ماه بسیار فعال و ثابت قدم باشند. خداوند این موفقیت ها را نصیبمان بگرداند. تشکر زیاد استادان، هر دوی شما را خداوند اجر و پاداش نیکتان عطا فرماید. بازم خوش آمدید، خیر مقدم میگویم و این لحظه ها برنامه ما به آخر میرسد. خداحافظی میکنیم با شما و باعث یادآوری است که بینندگان در نشر خیر سهمگزار باشید و این نوارها را و این زحمت های استادان را پهن کنید چقدر میتوانید تا اینکه فایده این نوارها و بیشتر نفرهای بیشتر بهره گیرند پدیلیت کنید، به هر نفران فرستید و این ماه فضیلت است، ماه اجر است و حتما نشر کردن چنین نوارها، نشر کردن، شما تصور کنید یک ذره که انسان کار نیک میکند خداوند با او اجر و پاداش میدهد و حتما که شما در پهن نمودن این خیل نوارهایی که سودمند است شریک میشوید، سهمگزار میشوید. خداوند اجر و پاداش نیک برای شما عطا میکند. خداوند یار و مددگارتان باشد تا نوارهای آینده. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.